به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی. درس 27 است از سلسله درس های ترکی برای نوآموزان. الفبای زبان ترکی حرف ا تقریبا شبیه یا مانندی حرف که در زبان تاجیکی است. üç se ütü در زمال یا حالتی اتوک کنی یا اتو نیز میگویند در فرهنگ ها در لغت ها دیدم کلمه اتو را به زبان تاجیکی اتو نیز ترجمه کردین و در زمال نیز ترجمه کردین. üzüm انگور. ülkeler در اینجا جمع آمدگی است، شکلی جمع کلمه است، شکلی تنها ülke است. ülke کشور، دولت، یعنی دولت رو ülke میگیم. مثل روسیه، یعنی طرز ترکی، یعنی نوشتی کلمه روسیه با ترکی چونی نوشته میشه: روسیه، کانادا، چین در اینجا اگر شما دیده است داده باشید چین. تاجیکستان رو چونین می نویسیم: تاجیکستان. کلمه تاجیکستان یا کشور تاجیکستان در زبان ترکی چونین نوشته می شود: تاجیکستان. این حرف در زبان انگلیسی حرف سی است، لیکن در زبان ترکی حرف ج. تاجیکستان. خب این بود درس 27 از حرف ا. تا درس های نوبتی، خدا نگهدار.